سلام دوستان، امیدوارم که خوب باشین. دوستان، برای جور کردن یک تیک تاک پروفشنال باید اولین کار باید یک جیمیل درست کنیم. برای جور کردن جیمیل میریم روی جیمیل، پایین روی اجرت اکاونت روی میزنیم، میریم روی صفحه گوگل، بعد پایین روی یک اکاونت روی میزنیم، باز دیگه انتخاب نیم که اکاونت ما پرسونل باشه یا مربوط یک شرکت. ما پرسونل انتخاب کردم. دیگه نام خود انتخاب نیم، تاریخ تولد خود انتخاب نیم. دیگه اگر مرد بدین مرد، زن بدین زن، دیگه انتخاب نیم. بعد برای خود یک رمز انتخاب نیم. بعد جیمیل ما جور میشه. جیمیل که جور شد، برای جور کردن یک تیک تاک پروفشنال باید از برنامه وی پی ان استفاده کنیم. ما خود این برنامه سوپر وی پی ان را در گوش من نصب کردم. داخل از یک شویم باید اینجا کشورهای خود انتخاب کنیم: فرانسه، آلمان، انگلیس، هر کشور فرق نداره. من خود فرانسه را انتخاب کردم. بعد کانکت میزنیم، از اینجا بیرون میشیم، گوشی ما وصل میشه در فرانسه وی پی ان ما. بعد میایم روی گوگل کروم. برای جور کردن تیک تاک باید از برنامه گوگل کروم استفاده کنیم، چون مستقیم اگه بخوایم جور کنیم نمیشه، چون من چند تا رو جور کردم مثلا نشد. روی گوگل کروم که بیایم اینجا بالا تیک تاک نوشتنیم، باز همی آپشن اولی روی میزنیم، داخل که شدیم دیگه ما جیمیلی که قبلا درست کرده بودیم او را از او استفاده نیم. بعد دیگه پایینیم کانتینیو رو میزنیم، بعد تیک تاک ما دیگه جور میشه. بعد میایم روی برنامه خود تیک تاک. دیگه امو جیمیلی که کدش تیک تاک در روی گوگل کروم جور کرده بودم دیگه میگرم وصلدم. بعد این صفحه تیک تاکی که تازه جور کردیم دیگه بالا میگردیم که امو عادیه ای که از طرف تیک تاک تا 9 اپریل را برای بعضی میدیه، اینجا امو عمده اینجا در بالای صندوق آبی. بعد اینجا میگردیم که تمام چیزایی که بخش مونیتایزیشن، دلار، مارکت پلیس، همه چیزایی شکسته دیگه آماده شده. خیلی هم ساده بود، شاید به درشون بخوره.